کته کباب بازاری. حالا چرا بازاری؟ بریم جلوتر بهتون بگم. اول پستم بهتون بگم که بچه‌ها این پستمون جایزه داره. حالا جایزش چیه؟ میخوام از پیج آشپزخونه به 20 نفرتون وسایل آشپزخونه ایکیا رو هدیه بدم. فقط کافیه که پیج آشپزخونه‌مونه که تو کپشن براتون گذاشتم فالو داشته باشین. تا اینجای کارو که فهمیدید پیاز آب گرفته رو به گوشت چرخ کرده، با نمک و فلفل اضافه کردیم. بعد من با یه دونه مشر اومدم مقداری گوشت و پیازم با هم مخلوط کردم. شما هم میتونید با دست هم با گوشت‌کوب برقی این کارو انجام بدید. فرم بدید، توی تابه بریزید، حرارت زیاد بشه تا آب نندازه. بعد بهش کره و زعفران اضافه میکنیم. تقریبا 80% پخت باید انجام بشه. گوجه ها رو هم تو همون تابه با مقداری رب سرخ میکنیم. و حالا اصل ماجرا، یعنی بازاری کردن این کبابمون. کف قابلمه رو مقدار روغن و زعفران و نون میذاریم. برنجی که مقدار دون برداشتیم، کباب، گوجه‌ای که سرخ کردیم و دوباره برنج و زعفران دم کرده. در قابلمه رو میذاریم. تقریبا به مدت 1 الی 2 ساعت برنجمون رو دم میکنیم. بعد از اینکه برنجمون و اون کباب‌های وسطش کاملا پخته شدن، توی ظرف سرومون میکشیم. نحوه سرو این برنج هم دو نوعه. هم میتونید گوشت و گوجه ها رو وسط برنجتون بدین، یا اینکه اینجوری به صورت مجلسی جدا سرو کنید. امیدوارم این کته کباب خوشمزه رو درست کنی یا لذت ببری.